ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампур. гуфтори 14. چنان که در موردی با هم علاقمند بودن تمدن آریایی و خلق تاجیک و مخصوصاً پیوند اتنیکی نامهای تخاری ها با اصطلاح چینی ها تا یویجی ها یا دا یویجی ها و تاجیک قید کرده بودم. قبیله های نخستین یویجی که به باختر آمده به قوم های بومی آمیزش یافتند و پای دیواری دولت کوشانی ها را در این سرزمین بنیاد گذاشتند، در اسناد چینی بعضاً به نام تا یویجی ها یا دا یویجی ها یاد می شوند. تاریخ شناسان باید به نام قبیله تا یویجی توجه ظاهر نموده ارتباط آن را با جنبه‌های اتنیکی پیدایش زبان نیاگان تاجیکان و اصطلاح تاجیک مورد تدقیق قرار بدهند. و همگان معلوم است که با آمدن تخاریان به منطقه باختر نام این سرزمین دیگر شد و من بعد تخارستان به جای باختر استفاده گردید و زبان این منطقه هم در برابر استفاده نام باختری یا کوشانی زبان تخاری نامگذاری شد که بعداً به عقیده بعضی محققان هم واژه تاجیک و هم واژه دری از همین کلمه منشأ گرفتند که من بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. باید خاطر نشان کرد که در کتیبه های در دوران آخر پیدا شده واژه تاجیک به طور رسمی و واضح برای افاده مردم منطقه تخارستان استفاده شده است که ارتباط آن را با کلمه تخاری نشان می دهد. با تأسیس دولت کوشانی های کبیر اصطلاح تاجیک و تمام منطقه های این شاهنشاهی پهن می شود و معنای وسیع را فرا می گیرد. اکنون در نتیجه کشف آثار پیش از اسلام که به زبانهای باختری و پارتی و سغدی نوشته شده اند، ما می توانیم روی این واژه خوبتر روشنی اندازیم. این سرچشمه ها از طرف دانشمند تاجیک تبار آلمان غلام جیلانی داوری و استاد او عالم مشهور آلمانی هیلموت هومباخ از نو بازخوانی شده‌اند که دستاورد اخیر علم زبانشناسی ایرانی در این موضوع می باشد. در اینجا 3 منبع مهم به صورت خلاصه پیشنهاد می شود که از سنگ نوشته باختری یکاولنگ در ولایت بامیان افغانستان سکه یک پادشاه با لقب افتخار آمیز قیصری روم به زبان باختری و یک برگ از یک نسخه مانوی پارتی عبارت است. سنگ نوشته یکاولنگ. این سنگ نوشته باختری بر روی یک آهک سنگی با اندازه
25-33 سانتی متر حکاکی شده 13 سطر دارد. قسمت کلان سطر اول که تاریخ سنگ نوشته هم شامل آن است و قسمت از سطر دوم بر اثر جدا کردن سنگ نوشته از دیوار معبد ضرر دیده ناخوانا شده است. سیمز ویلیامز تاریخ تدوین این سنگ نوشته را سال 492 تاریخ باختری 724 میلادی می داند. حرفهای این سال باختری به عقیده وی عبارتند از بکیو برابر 400 جمع 90 جمع 2. وی سال باختری را با این دلیل چنین خوانده است که باوری داشت ذکر نام قوم تاجیک که در سطر 4 سنگ نوشته ذکر شده است عبارت از نام تازی یعنی عرب می باشد. به عقیده وی تاریخ تدوین سنگ نوشته در سال 724 میلادی برابر با هجوم عرب‌ها به خراسان است. خوانش غلام جیلانی داوری نه تنها از روی عکس‌ها بلکه با استفاده از تجهیزات لابراتواری خطشناسی و آسیب شناسی که در جستارهای جنایی استفاده می شود صورت گرفته است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که این تاریخ را باید سال 392 تقویم باختری 624 میلادی خواند، یعنی عدد اولی سنگ نوشته ت برابر 300 می باشد. پس ما با این خوانش در آخر دوره ساسانی یعنی در زمان انقراض دولت ساسانیان قرار می گیریم که ایران از یک طرف با امپراتوری روم شرقی در غرب و از جانب دیگر با دولت ترکان در شرق مشغول جنگ‌های خونین بود و بر اثر این نبردها خیلی ضعیف گردیده بود. در آغاز سطر 4 سنگ نوشته نام 2 قوم ذکر می شود. سیمز ویلیامز نام قوم اول را دارکا می خواند، یعنی حرف اول را دال می خواند و در این باره توضیحات مفصل نیز پیشنهاد می کند. طور وانمود می کند که در آن زمان بنا به اسناد آسیای میانه به ترک دورکو می گفتند. نام قوم دوم یعنی تزیگا را تازیک به معنای تازی عرب ترجمه می کند که اشتباه است. تحقیقات لابراتواری که از طرف غلام جیلانی داوری صورت گرفت به روشنی نشان می دهد که حرف اولی کلمه در قسمت پایینی کاملا بسته نبوده بلکه کمی باز است، یعنی حرف اول از نظر رسم الخط باختری ت است نه حرف دال. علاوه بر آن حرف اولی کلمه از حرف بعدی بسیار بزرگتر است و به حرف اولی نام تزیگا شباهت دارد. با این ترتیب خوانش درست این کلمه عبارت از تارکا قومی ترک است که منطقاً خوانش درست برای این قوم می باشد. پس ترجمه درست این جمله در سطر 4 چنین است: وقتی که من پادشاهی ترک و پادشاهی تاجیک شدم. از جانب دیگر ذکر نام یک پادشاه عرب تزیگا خرا نمی تواند هیچ گونه ارتباط با معبد بودایی داشته باشد. چگونه یک حکمران عرب و مسلمان حاضر شده است که در مراسم افتتاح یک معبد بودایی شرکت کند و یا چطور شده می تواند که عرب در آنجا پادشاه باشد؟
ما در شرق در آغاز هجوم عرب با فرماندهان نظامی سر و کار داشتیم و عرب‌ها در آن زمان خلافت داشتند، نه شاهیدند. دوره هجوم عرب‌ها در شرق ایران یک دوره خونین بود. عرب‌ها به عنوان اصطلاحگران و تبلیغ کنندگان یک دین نو وارد سرزمین خراسان شدند. هدف و مقصد آنها پهن کردن دین اسلام و نابود ساختن دین‌های دیگر بود که با خونریزی و نابود کردن فرهنگ مردمان این سرزمین همراه بود. بنابراین به طور کلی تعبیر تازیگا به حیث عرب و سنگزاری سنگ نوشته ها با سال 492 باختری 724 میلادی از طرف سیمس ویلیامز به نظر درست نمی رسد. اگر فرضاً قبول کنیم که این تاریخ درست است، باز هم در آن زمان در منطقه بامیان عرب‌ها هنوز وجود نداشتند. در آن وقت در شمال هندوکوش خانواده سلطنتی تیگین شاهیان حکم فرمایی می کرد. در منطقه بامیان خانواده سلطنتی دیگری با نام شیر توجه شود با عنوان شیر ختلان و بامیان در این دوره و در منطقه همجوار آن یعنی در غور خانواده دیگری شاهی سلطنت می کرد که لقب خود را شار می نامیدند. خیلی بعدتر یعنی در زمان خلیفه عباسی منصور 753-774 میلادی شیر بامیان به دین اسلام گرایید. غلام جیلانی داوری بعد از خوانش کامل این متن می گوید: با عقیده من کلمه تزیگا در سنگ نوشته باختری هیچ چیز دیگری نمی تواند باشد غیر از نام قوم تاجیک، قومی که در سرزمین خراسان باستان، افغانستان امروزه و آسیای میانه مسکنگزین بودند. از روی این دفترهای تازه می توان اکنون قسمتی فوقانی سنگ نوشته یکافلنگ را این طور ترجمه کرد: در سال 392-624 میلادی ماه سبول بود که آباد شد بنیاد این ستوپه، معبد بودایی، از طرف من الخیس پسری خراس خدیوی گزان از راغ زمنگان، وقتی که من پادشاه ترک و پادشاه تازیگ تاجیک شدم. نام‌های تاجیک و عرب و ترک در سند و حجت‌های دیگری باختری که اکنون کشف شده و از طرف سیمس ویلیامز خوانده و چاپ شده اند آمده اند. اما در این مورد هم سیمس ویلیامز اشتباه کرده نام تازیک را به عرب تعبیر می کند. اما به قول غلام جیلانی داوری از همین اسناد نیز می توان نام تازیک و تازی عرب را واضحاً از همدیگر فرق کرد که سیمس ویلیامز به آن متوجه نشده است. غلام جیلانی داوری برای اثبات فکر خود چنین نمونه ها را از حجت‌های باختری پیشنهاد می کند. یکم، به معنای مردمی تاجیک، همچنان روبی یعنی مردمی رابی در شمال افغانستان، همچنان بامیانی، همچنان ترک، همچنان تازیگ، همچنان مردمی بومی و کسان دیگر. دویم، به معنای عرب باید جزیه بزرگ و براعت تازی
عربی پرداخت شود. در اساس این حجت و سندهای نو میتوان حالا نام هر دو قوم تاجیک و تازی عرب را به صورت نوشتاری و گفتاری واضح و روشن از همدیگر چنین جدا کرد. یکم تزیگا، تازیک، رجوع شود به کلمه پارتی سغدی تاجیک، یعنی نامی قومی تاجیک. دویم تزیا، تازی، که در متن اسناد به صورت صفتی تزیاگا، تازیانگ آمده است، یعنی عرب. پس می توان چنین خلاصه کرد که شباهت و مانندی شکلی نام این دو قوم و آمیخته کردن آنها با همدیگر در متنهای آثار ادبی تاریخی دوره اسلامی با متنهای آثار باختری و فارسی میانه رجوع شود. مثلا به بوندهیشن که در آنجا نام این دو قوم طوری که میبینیم خیلی با هم نزدیک بوده اند برمی گردد. در این متن یک کلمه دیگر هم به دو شکل مختلف مثل تزاوا و تزاگا که از نظر زبانی شکل اولی باستانی و شکل دومی نوست ذکر می شود که سیمز ویلیامز این را هم اشتباهاً عرب ترجمه می کند، اما معنای این کلمه باختری تازه می باشد، یعنی به معنای درهمی تازه سیمین نقرگی است. نسخه خطی مانوی پارتی. در یکی از نسخه های خطی مانوی پارتی، نسخه خطی شماره 339 ام، دانشمند آلمانی ورنر زندرمن، یکی از متخصصان بسیار با تجربه تحقیق زبان مانوی، در مقاله یک گواهی باستانی درباره نام تاجیک، نام تاجیکان را در عباره به زبان تاجیکی کشف کرد که همچنان با حرف گ و حرف ژ می باشد. در این نسخه کوچک آمده است که راهبان مانوی در وقت عبادت به زبان تاجیکی نیایش می کردند. جمله ای را که ورنر زندرمن کشف کرد عنوان یک نیایش است که در میانه عقیب نسخه 339 ام به رنگ نارنجی نوشته شده است. متاسفانه یک قسمت این نسخه از بین رفته است. در رابطه با نام تازیگ لازم است خاطر نشان نمود که حرف ز الفبای باختری که منظور حرف ز تای یونانی است برای افاده دو آواز ز و ژ به کار می رفت. در آغاز هر دو را با حرف ز می نوشتند، اما بعداً سعی شد تا از نظر خطنگاری شکل ژ را از ز فرق کنند. برای نشان دادن حرف ژ بالای ز 3 نقطه می گذاشتند. پس کلمه باختری تزیکا را می توان در اساس معادل مانوی پارتی آن با ژ یعنی تاجیک خواند. سکه های تیگین شاهیان. دانشمندی فرانسوی ادوارد شاون در کتاب خود با نام اسناد درباره ترکان غربی 1903 در رابطه با مناسبت‌های سیاسی سلاله خانهای خیتای در منطقه مرزهای غربی آنها در باختر درباره شاهان خراسان
با نام تیگین شاهان معلومات می دهد. یکی از شاهان این سلاله در سالنامه‌های چینی سالهای 745 میلادی با نام پوفو چوان با سکه های او یاد شده است. سکه شناس معروف اوستریا رابرت گیبل در رساله بزرگ خیش اسناد درباره تاریخ خونهای ایرانی در باختر و هند جلدهای 1-4 سال 1967 چند سکه شاه دومی تیگین شاهیان را چاپ کرد که هنوز ناپره بودند و خواندن این سکه ها نیز دشوار بود. با پیدا شدن تنگه های نوی این شاه، ایرانشناس آلمانی هیلموت هومباخ آنها را بازخوانی کرد. در این سکه ها نام تازیک با که در سکه های عربی ساسانی دیده می شود که متن اصلی سکه ها از طرف یکی از شاهان ساکن خراسان که با عرب ها مخالف بود حکاکی شده و به جای آن لقب خیش را به زبان باختری روی سکه ها ثبت کرده است. در این سکه ها وی لقب افتخار آمیز قیصر روم دارد. این سکه ها که در سالهای 60 عصر 20 کشف شدند شامل مجموعه از سکه هایی است که خوانش 5 عدد آن را عالم آلمانی هیلموت هومباخ به دانشمندان پیشنهاد کرد. در این سکه ها نام این شاه نخست به صورت خلاصه این طور آمده است: قیصر روم، خدای بزرگ. این دانشمند بعداً نام تازیک را در مجموعه دیگری در فهرست سکه های پاریس کشف نمود و توانست 4 عدد قابل خوانش آن را در سال 1982 منتشر نماید. و در این سکه ها دریافت که نام این قوم در حالت جمع تازیکان با حرف که آمده است و بعد از آن یک کلمه دیگر هم دیده می شود که نظر به ضعیفی جای و در اثر تخریب کنار سکه ها ناخوانا معلوم می شد. هیلموت هومباخ خوانش خیتا و خیگا را پیشنهاد کرد، اما بعداً در جای دیگری وی خوانش خواگا را ارائه می کند و در نتیجه آن را خواگا تزیکانا می خواند و با فاتح اعراب ترجمه می کند. اما طبق کتیبه باختری یاکوب و تحقیقات لابراتواری اکنون ثابت شده است که کلمه آخری در هر 4 سکه آخر عبارت از لقب خر به معنای شاه می باشد که در اثر ضعیفی جای از طرف زراب درست نقش نشده است. پس خوانش درستی روی سکه ها چنین به نظر می رسد: قیصر روم، خدای بزرگ، شاهی تازیکان. پس این سکه ها درباره وجود پادشاه با لقب تزیکان و خرا یعنی شاه تاجیکان شاهد تاریخی مهمند که تزیک و خرا در کتیبه باختری یاکوب جز از شاه تاجیک باید دانست که کلمه خرا از کلمه خوشفیری آمده است به معنای شاه. به معنای دیگری تعبیر کردن غیر امکان است. در قسمت گوناگونی تلفظ این کلمه در لهجه ها می توانیم
نتیجه گیری کنیم که نامی تازیگا در سنگ نوشته یاکوولنگ برابر است با نامی تاژیک در لهجه مانوی پارتی و نامی تازیک در روی سکه قیصری روم با لهجه سغدی تازیک برابر است. درباره نسبت به خود روا دیدن عنوان قیصری روم همین قدر باید گفت که وی با پادشاه چین رابطه داشت و در یک ائتلاف سیاسی و نظامی به مقابل عربها جنگیده و به پیروزی های نیز نائل شده است. انتخاب لقب قیصری روم از آن خبر می دهد که این شاه در قلمروش قدرتمند بوده توانسته بود به عربها شکست های رسانده و آنها را مجبور به پرداختن باج کند، طوری که از روی متن عقیب سکه ثابت می شود. به مانند همتای معاصرش در غرب یعنی لیون سوم، قیصری روم یعنی ویزانتیا که عربها را در وقت محاصره کنستانتینوپل در سالهای 726، 739 و 740 میلادی شکست‌های سخت داد. در این مورد مورخان عرب خاموش ماندند. در اسناد باختری سیمز ویلیامز که سال 2000 در یک جلد چاپ شده است، باز یک متن پیشنهاد می شود که ترجمه آن چنین است: امید است که مردم بامیان، ترک، تاجیک و محل راضی باشند. این سند درباره فروش زمین است که سال 525 باختری برابر به 758 میلادی تهیه شده است. در اینجا هم محقق آلمانی واژه تاجیک را به معنای عرب تفسیر کرده است که طور از نمونه‌های بالا مشاهده کردیم به حقیقت درست نمی آید. از این متنها برمی آید که واژه تازیک به عرب و شاهی عرب هیچ ارتباطی ندارد. در این دوره در بین اسلامیان واژه شاه همچون اصطلاح رسمی وجود نداشت. از این متن چنین خلاصه کردن ممکن است که سخن درباره شاهان محلی تاجیکان می رود. مثلا شاهان تاجیکی بامیان و ختلان که در این سرزمین تا آمدن عربها حکمرانی می کردند. این سند نوی تازه درباره معمول بودن اصطلاح تاجیک گواهی آن است که زبان تخاری باختری آهسته آهسته به زبان تاجیکی و قومی باختری های این سرزمین به خلق تاجیک تبدیل نام کرده است. فقط اصطلاح عرب و ترک تازه های این دوره توانست پیش راه این جریان را، یعنی جریان تشکل خلق تاجیک را گیرد که با آمدن سلاله های تاجیک تباری طاهریان و صفاریان و سامانیان این جریان از نو جان گرفت و در دوره سامانیان جریان تشکل خلق تاجیک که در دوره کوشانیان کبیر آغاز شده بود به انجام رسید. شما گفتاری 14 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.